شنبه 22 خرداد ماه، ساعت هم 11:04 نیسانی با ما نزنیم ما رد بشیم. اومدیم یه ولاگ از رانندگی لشت نشاب خشک بیجار. عمومم میخوره رشتم برسیم انشالله، چون یه باتری بیشتر ندارم. صبح تا حالا 3 تا ولاگ گرفتم. یه ولاگ کنار رودخانه، اسمش رودخانه نوشمک بود. نوشمک چیز شنیدم، شاید اشتباه همچین تلفظی داره. شنبه بازار و سه شنبه بازار لشت نشا کنار همونه، یک کم جلوتر. من خیلی بازارش هم قشنگه، از این برم راه داره. مرکز شهرش از همینجا. اینجا لشت نشا جز بخش خشک بیجار شهرستان رشت. اینجا پلاکه 46 به خاطر این جز شهرستان رشت. اینجا لشت نشا شهر مرحوم پوررضا، استاد فریدون پوررضا. دیگه همه آهنگ پس از باران و ماشین الان پیچیدن. اون سم میره سمت کوچه اصفهان، مستقیم میره کوچه اصفهان، این بر میره خشک بیجار. ما صبح تا حالا رفتیم ولاگ رشت به لاهیجان، بازار پنجشنبه زیبا کنار و خشک بیجار رو گرفتیم. من اومدم لشت نشا، دوباره برگردم خشک بیجار برم سمت خمام دیگه به عشق شما. این ولاگ رانندگی رو قبلا گرفتم، از خمام گرفتم به خشک بیجار، لشت نشا، از اون بر کوچه اصفهان و سنگر. ولی چون توضیحات نبود، توضیح ندادم، حس میکنم کردم لازم دوباره بگیرم. دوستان خوششون میاد من صحبت میکنم، حالا غورم که میزنیم خوششون میاد. ما هم که عاشق اینیم که غور بزنیم تو رانندگی دیگه، بریم ببینیم چه خبره، ببینیم چی بلدیم، هرچی بلدیم براتون توضیح میدیم. این جاده یه خورده خطرناکه. الان من اومدم یه 2 تا تصادف توی راه شده بود. یه دونه شاسی بلند دندقب یه تو زده بود به نیسان، جاده رو بسته بودن. ما بریم شاید چون مثل که کنار برو نبودن احتمال زیاد ببینیم. از رشت، از شرق گیلان به رشت 3 تا راه، 4 تا در واقع راه وجود. یکی راه انزلیه، یکی از این ور که از آستانه میخوره به آستانه میاد به لشت نشا و خشک بیجار و از این مفهوم رشت. یکی هم که جاده اصلی از کوچه اصفهان رد میشه چیز، یه دونه از سنگر میره دیگه. انزلی رو گفتم، زیبا کنار و کیاشهر زیبا کنار انزلی، از اون برم میتونی بری. نزدیکترین جاده از شرق همون جاده اصلیه که از آستانه به کوچه اصفهان و اینا بریم. یه سرراست ترین چیز همون. خشک بیجار پنجشنبه بازارش کوچیک است، ولاگش حتما ببینین، خیلی باحال، من خوشم میاد. تقریبا هیچ بازار رشتی. آها نه شاسی بلنده رو میبینین، دندقه زد به این وانته، از هم معلومه. از تو پارک داشت در میومد، واسه هم که زد اصلا خودش در نمت نظر تمام شمار صندوق شد. باز خدا رو شکر حادثه چی نه، مالی جبران میشه. این آج آقا موضوع پیرمردای موتور سوار باید اصلا نگاه نمید. بازارش تنها بازار گیلان توی محوطه ایه، قشنگ اصالت داره. بازار گیلان همشون اصیل هست، یعنی اصلا بوی قدیم میده، اینجوری باحاله. بعد این ماهیشورش هم مثلا پیرمردا میارن، حس باحالیه. بازنگاه تو بازار قدیم داری آدم میزنی. من که همچین فاز میگیرم ازش. بعدش باز دوباره تاکید میکنم، چندین باره هر ولاگی من میگیرم جاده‌های غیر اصلی، یعنی تقریبا جاده غیر اصلیه.
سعی کنین آروم بینید. الان من دارم 75 تا میرم. شالیدارا رو میبینین دارم بکنم 20 تا همچین چیزی به دونه نرسیدم. میبینید الان مثلا تیلر میاد، ما ببینیم تیلر، تراکتور میاد، گاو میاد، آدم گاو میاد، همه جوره هست. الان من همینجا داشتم میومدم یارو مزاتریه اومد اینجا رسید، مثلا ما داشتیم 80 تا میرفتیم یو رسید راهنما زد. دو عصای حضرت موسی بزنید دریا بشکافه فکر میکنه چیزه. حداقل سمت راست جاده نگه دار، جاده خلوتشو برو دیگه. وسط جاده ما دیدیم که ترمز بزنه راهنما زنه. یه خلاصه که هر گلی میزنیم به سر خودتون میزنیم که ان از این گلا نزنیم. احتیاط کنین. 70 80 تا نهایتش. من این ماشینی میبینین اصلا راهنما زدم چون داد به ترمزم میبینم سر پیچ بود. خلاصه این که نمیتونم غور نزنم، من نخورم. امروز هم خیلی گرمه. این ماشینی راه خودرو که 29 درجه رو نشون میده که من بعید میدونم میشونم تو راهنما نزد. خودم راهنما نزدم. اینجا محله هاشون اسمشون باله. چند تاشو چی کنیم، خواهر نمیدونم چی، برادر چی، اسم محله بوزایه، اشتباه نکنم چی چیزی بود یادم میاد. بر تابلو براتون میاد. دیگه چی بگم اطلاعات. سه شنبه دشت شام بازارش واقعا بال، این کاسبای بال داره، یعنی خیلی باهات ارتباط خوب میگیرن. یعنی تو میای قدم مثلا فیلم میگیری یه حس خوب بهت میده، حس خوب منتقل میشه. من خودم آدم درونگراییم، برونگرا نیستم. خیلی برام سخت بود که مثلا دوربین از دستم بگیرم اینا. به حال سخته برام از یارو حرف بکشم، ترسم یه چی بگه حس بد بگیرم. مثلا یارو میگه چی فیلم میگیری. من خیلی پیش اومده دیگه. اون روز مثلا اعصابم خرابه چرا همچین چیزی گفت. در صورتی که حالا فیلم برداری داریم میکنیم، حالا مثلا شما مطمئنا همتون گیلانی نیستین که مثلا میبینید تو ذهنتون هست یه پنجشنبه بازار قشت خشک بیجاری هست که مثلا یه آقای فلانی اونجا مثلا ماهی داشت میفروخت، آقا خوش برخورد بود، خوش کلام بود، مثلا میخوای بهش کمک کنی، یا مثلا به هر حال پنجشنبه بازار تو ذهنت هست. مثلا طرف انزلی و حمام و اینا بودیم، ما یه پنجشنبه بازار هم بریم، خیلی جالبه. بازارهای گیلان جای جاذبه‌های گردشگری شه دیگه، واقعا نمیشه مثلا تفریح، یعنی تراپی، نمیتونی این کارش کنی. واسه همین همه شهرها تقریبا به جز لاهیجان و رشت بازار هفتگی دارن. مثلا منجیل و لوشان هم ندارن. مثلا اونا بازار دائمی دارن، هر روز بازاره. بازار هفتگی به خاطر این خوبه که مثلا مثال میگم، مثلا صبح میفروش میره میدون بار رو میگیره، مثلا تا ظهر باید بفروشه اگه بازار نزدیک نباشه. بعد چون اجاره مغازه و اینا نمیده، هم بار تازه است، همین که ارزونتر میده دیگه، برای خریدار بهتره. مرسی که راهنما نمیزنی. میبینین موتور سه چرخه. میدونم چوری میدم. الان من لشه خشک بیجار رو چیز کنیم، من داستان گواهینامه خواهر خانم‌ها براتون تعریف کنم. داستان گواهینامه خودم هم جالب تر نیست. توی ولاگ شهرسوار براتون گفتم چجوری گواهینامه گرفتم.
پیج و کانال اینا هست. این اول خشک بیجاره، سری پیج و کانال و اینا هست که مثلا میرم نگاه میکنم، سوال میکنم به هر حال تقدم با کی بوده، مثلا چیکار باید بکنیم. به هر حال اطلاعات بخش مهمی از زندگی اون باشه فرمونیم دیگه، بلد باشید. واقعا اینو تغییر میکنه، فرهنگ‌سازی هم نمیشه. این جاده‌ای که الان دست راست میبینی این میره به زیبا کنار. من الان از این ور اومدم، الان که نه، قبل که بازار ولاگ بگیرم. خشک بیجارم بافت قدیمیشو تقریبا داره. شما این دست راستش الان اینجا میدونه، فکر کنم اصلی باید باشه، میدون اصلیه. داخل دست راست میری قشنگ مثلا یه خورده خیابونه باریکه، مغازه ها شکل قدیمو دارن، حالا هوای قدیم میده کلا شهرش. دست چپ هم که میری رشت و کوچه اصفهان، این شنبه بازار دقیقاً دست راست هست. الان واسه این میدون رو میبینین، پنجشنبه بازار دقیقاً دست راسته. ولاگش هم دوست داشتین نگاه کنید، تو پلی لیست خشک بیجار براتون میذارم. لینکش هم اگه یادم باشه زیر میذارم، معمولا یادم نمیاد. خمام هم مستقیم میرم خمام. ما بریم به سمت خمام تا هر جا باتری یاری کنه ما تا رشت رو میگیریم. خانم برو کلت ببر داخل. عمو جون سرت ببر تو عمو جون. خدا همینجوری مریض داشتم کلش خورده بود به نیسان، آینه نیسان بچه. میدان خلبان شهید محمدی، خلبان هلیکوپتر بود. باحالیه، میگم چیز قدیم، بوی قدیم رو میده، من خوشم میاد. برم جوابم دیدیم نیست، سوالم میپرسم گرمه. داستان گواهینامه خواهر، من دو تا خواهر خانم دارم، دو قلوی همسانن، این خیلی شبیه همن، یکیشون سال 97 گواهینامه گرفت، از 97 که گواهینامه گرفت ماشین هم داره، یعنی همیشه ماشین داشت، ماشین مال خودش بود، همیشه ماشین مال خودش بود، همه جام رفته، تبریز، تهران، خیلی هم داخل چیز همه جا رفته دیگه، اصفهان اینا نمیدونه، قم اینا رفته، همدان رفته ماشین خودش. و یه خواهر خانم دیگه هم گواهینامه نداشت، یا اول فصل اون گواهینامه نداشت، 1601 رفت گواهینامه بگیره، ثبت نام کرد و فکر کنم 4 تومن بود، 2,800,000 یا 4 تومن چه چیزی. بعد ما داشتیم صحبت میکردیم خونه پدر خانومم، ساعت 10 شب بود، 10:30 بهش گفتم فردا میگه آینامه امتحان نداری؟ گفت دارم. گفت چون نمیخونی؟ من مثلا جویده بودم کتاب خط بکش و اینا. اولین بار مثلا آینامه رو با 3 تا غلط، اون با 4 تا بود، الان نمیدونم چه جوریه، با 3 تا غلط من قبول شدم. بعد مثلا کلاس ما
30-40 نفره بود، فقط 2 نفرم قبول شدیم. یکی 2 تاشون مثلا یه آچار چسبونده بودن، همونم رد میشه. حالا بماند این ساعت 10:30 شد، بهش گفتم نه من نمونه سوال گرفتم، گفته اینا رو بخونی قبوله. بخون قبول. هیچ این ساعت تقریبا 11:40 شب شروع کرد تا 1:30 نمونه سوال خون. صبح دیدم نزدیک ظهر بودیم شنگول اومد اینا، آینامه قبول شدم. گفتم چی قبول شدی؟ آینامه قبول شدم. من برای تو نمونه سوال خوندی فقط. یعنی یه کتاب آینامه اصلا شبیه آچار الان همون بود دیگه. هیچ چیزشو نخون، فقط نمونه سوال کن. یعنی آینامه صفر دیگه، سوال جواب می‌کنی چه بلد نیست. این که هیچ. اما حالا اینکه دیگه آینامه چیزی تو شهری قبول نمیشی. گفتم نه تو شهری هم من قبول میشم. گفتم بعیده تو شهری رو قبول شی. هیچ آقا این تو شهری به من نگفتم میخوام برنامه چجوریه. اون یکی کارخانه هم جاش رفت تو شهری. بعد جاش امتحان بده. هیچی زور اون یکی اومد. نه به من نگفتن. هی به مرتضی نگین چی شده هی به من نگین. گفت داخل شهری رد شدم. داخل مطمئن بودم رد میشه. تو که آینامه رو بیان نیستی. شهری مطالعه ماشین نشستی. بعیده که قیافت نمیخوره. قبول شد. گفتم من نرفتم. اون یکی رفتم امتحان داده. اون یکی رد شد. چطور رد شد؟ گفت به من گفت تو مسلط نیستی برو پایین رد. کسی که از 97 تا 1401 ماشین داشت به خاطر مسلط نبودن رد شد. تازه به منم گفتن نگن که اصلا من اذیتش نکنم. حالا هیچی. داره میاد. احمقیه. خانم احمق. ترمز نمیدونم زده بود. هیچی جلسه با اون خودش رفت. همون که آینامه رو اونجوری چیز کنده بود. زور شیرینی آورد. تو قبول شدم. گفت قبول شدم. هر جور به این قضیه نگاه میکنی، جوک. پشمای آدم میریزه. که اونی که 4 سال ماشین داره پشت فرمونه، نصف ایران که نه، حالا یه درصد ایران رو رفته. اون مسلط نیست، یکی اصلا با آینامه نداره، ماشین نداره، آینامه بلد نیست، هیچی بلد نیست، هیچی. پشت فرمون نشسته بود. قبول شد. اگه اون مسلطه رو چی به اون گواهینامه دادید؟ اگه این مسلطه چوری گواهینامه گرفت، چجوریه؟ داستان چجوریه؟ خلاصه گفتم که ایران کیلویه، کیلو گواهینامه میدن. بعد باطل هم نمی کنم معمولا. الان همین خانم احمق سبقت ممنوع بود. تازه من بهش چراغ میزنم، میبینی رانری باید ترمز بگیری، همونجور داره میاد. دیدین یه لاینم بود، من کجا باید میرفتم؟ تو خاکی میرفتم. خلاصه این که داستان چی بود که من اومدم داستانی تعریف کردم. اینجا خشک بیجار، جاده خشک بیجار به چیز یه دونه خوراکی باحال داره. اگه با هست باشم من میذارم کنار، آشغال گذاشته پشت ماشین. باحال داره اینجا براتون میذارم کنار، هم خودم میخورم، براتون فیلم میگیرم. یختراشی سنتی هست. بزنم کنار، براتون فیلم میگیرم، ادامه رانندگی هم. هم یختراشی این قوره و دلاره. من میخوام شیرین بخورم. باید میزان شیرین بذارم. آقا دست در نکن.
شیرینش چیه؟ بارنارنج گفتی؟ شیرین سکنجبینه این تابلو هم داره اینجا یخ سکنجبین فرزاد نشان خالی بخوریم بریم جاتون خالی خیلی خوشمزه بود، یعنی چیز باحالیه. یختربهشت نیست، مزه تو حس یختربهشت رو با آدم نمیده، چیز جالبیه چون تیکه های یخه. دوست داشتین حتما امتحان کنید. گلاب زرمیخ هم ولاگش گذاشته بودم ولی اینجا من دومین بار بود میخوردم. اونم لیوانی 40 تومن شد. حالت جاتون خالی. اون موقع که دستگاه یختربهشت نبود با همین یختراشی یختربهشت درست میکردم. یختراشی سنتی بشه. به میدون خمام، میدونی که دست راست میره به انزلی، چپ میره به رشت، مستقیم میره تو خمام. ما میریم سمت رشت دیگه. ولاگ رانندگی از انزلی تا رشت هم خیلی گذاشتم، یه آخریش قشنگ‌تر توضیح دادم. داشتین نگاه. این میدون هم یه خورده میدون شلوغیه، بیقانون هم هست. بیام سعی کنید رانه‌ها بزنید، احتیاط کنید، عجله نکنید چون کامیون زیاد میاد، اتوبوس، کامیون، مسافر. من جاده میبینید چقدر شلوغه. گفتم تعطیلی صبح بهتون گفتم، خاطر تعطیلی شنبه از دیروز سالا اینجا مسافر میاد. چه پیکان خوش رنگی بود. عجله نکنید. میدون چرا اینقدر بزرگ؟ این دور میدون کوچیکه من نمیدونم. خمام هم یک شنبه بازار داره، خیلی یک شنبه بازار و باحالی هم هست.
ولاگشو براتون گذاشتم تو پلیلیست شهر خمام، میتونید ببینید. بعد خمام یه جای دیدنی هم داره، حالا چه درختی، ولاگ اونم گذاشتم براتون. 2 سال پیش هست، چیزی از ارزشاش کم. خیلی بالایه، حالا چیزایی هست بالای درخته، بعد اون زیرش هم نیلوفر آبی ایناست. مرداب ماننده، هم لوکیشن عکاسیه، فضای محلی اینا همه چی داره اونجا. خمام قبلا جز شهرستان رشت بود، یه چند سالیه، 7-8 سالیه، 10 سالیه بیشتر، حالا اطلاعاتی من دارم از شهرستان جدا شده، خودش شده شهرستان خمام. بندری میزد. به 76 سین فکر کنم مال انزلیه، 2 تا پلاک مال انزلیه. 76 تام جدید، نه 76 سات فکر کنم، 76 سات جدید مال لنگروده، تازه پلاک میکنم. فریای اینجا دور برگردوناش خیلی شروعه. این فکر کنم اول دور برگردونه که از اون چیز باید برگردن سمت شلوغ‌تره. بعدی هم همینجوری هست. بازار ماهی، بازار الگوی ماهی هم همینجاست، تو همین جاده هست. هم بهتون نشون میدم. 5 شنبه است، ادارجات اینا هم تعطیله، مدارس ادارجات. این شلوغی ها واسه مطبان 5 شنبه تعطیله. شلوغی ها برای اینکه اینا دارن میرن برانور تفریح. بغل چرخش میشه، فهمید؟ بقیه‌اش هیچ کدوم کار نمیکنه. من یه لحظه اون چشم خورد.
فرودگاه رشته. کامیونه اصلا اعصابم رو به هم ریخت. میدونی چه سرعتی پشت در موردش میاد. نه همین کامیونه. این فرودگاه رشت. چی شده یعنی ممنون شده. ترافیک شروع شد. آقای اسمت کامنت بذارید لطفا از ترافیک انزلی به رشت فیلم بیاد. ترافیک خوشت میاد؟ ترافیک اینجا با ترافیک جای دیگه من این فرق باید کرتونوز بگیرید. بیمارستان خصوصی داخل ساختمونش قدیمی ولی دکترای خیلی خوبی داره. این جزء تاپ هاست. 3 تا بیمارستان بزرگ داره دیگه، 4 تا خصوصی. فارس، قائم، آریا با گیل گلسار. قبلا فامیلی چیزام بودن، فامیلی زایشگاه با توتونکارا اینا تعطیل شد، فامیلی هم بستن. داشتم از رستم آباد می اومدم، از جاده سرامان اومدم تو رشت. فکر کردم وقت خلوت بدتر که نبود ولی جاده شلوغ بود. یه دونه کویک پلاک تهران هم بود جلوی ما بود، برداشته بود شیشه عقبشو خیلی دودی کرده بود. شما شیشه عقبتو خیلی دودی میکنی مثل پیغامبرت میشی. من مثلا میگم ولی این شیشه این جلوی اینقدر کثیفه من نمیتونم جلو رو ببینم. و حال من یه دید نسبی دارم جلوش، مثلا موتوری رو میبینم یا مثلا ماشینی ترافیکی یا مثلا عابر پیاده‌ای با ترمز بزنه، من میتونم ببینم. به هر حال یه عکس العملی اونا نه 100% به هر حال از هیچی بهتره. شیشه رو دودی میکنه، اصلا یه دودی بود که جلو رو دید نداشت. یعنی مثلا نمیتونم جلوش چه خبره. ممکنه مثلا چراغ ترمز رو یه بار کار نکنه، کار دیگه به هر حال بهتر است. یا مثلا من بتونم عکس العمل بهتری نشون بدم، من نه، حالا هر کسی بتونه جلو رو ببینه، ترمز بزنه، نزنه از پشت بهت، از پشت بزنه بهت درست مقصره. خود به گرفتاری و معطلی و افت قیمت و اینا نمیارزه. به هر حال امنیت هم هست، پشت بزنه، حالا این اگر سرعت بالا بزنه خسارت جانی چیکار کنه. واسه همین توری و این دودی شدید و نکنه. امنیت خودتون گرم میشه. اینجا هم که بولوار انصاری اون میدون فرزانه بود،
میدون فرزانه دست چپ میره بولوار خرمشهر جانبازان، این مستقیم هم که میره به سمت میدون فلکه گلسار و میدون گلسار و این بولوار دیلمان و بولوار گلسار و بولوار نماز و سبز بریم پنجشنبه است رو خلوت ها، یعنی نمازها اینجا خیلی شروع. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. ببخشید یه غر زدیم، کامیونی اصلا اومد روانم به هم خورد، یه جایشو یادم رفت چی توضیح می‌خواستم بدم. من یه آینه نگاه کردم سپر من چسبیده، این واقعا اینقدر احمق میشه. را 100% زنگ می‌زنم گزارشش رو میدم. زنگ می‌زنم چه وضع رانندگی ها. امیدوارم که لذت برده باشید. ما میریم این سمت گلباغ نماز. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. نظراتتون برای ما بنویسین. الان یکی عزیزی من تا کامنت رو خوندم چه شد که فکری به حال صدا بکنید. دو بار ضبط کردیم، مثلا یک ساعته ما نمیدونیم، نیم ساعتش مثلا برنامه نمیدونم زد بیرون، برنامه چی شد مثلا ضبط نکرد، چون با گوشی ضبط میکنیم صدا اصلا قاطی شد، باید یه فکر دیگه ای براش کنم. چشم، همتون رو دوست داریم، روزتون هم بخیر باشه.